با دستگیری صاحبکاران محل پل خود کوپرک بین دو منطقه دهه بابادرخان ناحیه 8 تا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 بنیاد می‌گردد. مؤسسه رقم 7 سال روا افتتاح کرده است. برای ساختن پل نزد مؤسسه باشد دوام 45 روز این جانب ساکنان محل کار میکنند. احتمال است که پس از 10 شبانه‌رو ساختن پل را به آخر میرسانند. دستگیری یک موسیقی همین محله با فرزندانشان برای طلبه طالبان و همین مقصد گذاشتن این را ساخته به استفاده داده. همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 جماعت دهات پانغاز ناحیه 8 نیز مؤسسه نفت تأسیس بوده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بنیاد و به استفاده داده شده است. در این مؤسسه مذکور بیش از 500 نفر طالب علمان تحصیل می‌نمایند که زیاده از 40 نفر استادان درس می‌دهند. جواباً با همین تحفه بی‌نظیر پیشوای ملت کلکتیو مؤسسه ما آموزگاران و خوانندگان در آزمون‌های ناحیوی، ولایتی، جمهوری بین‌المللی شرکت ورزیده جایگاه نمایان را اشغال می‌کنند. در جماعت دهات پانغاز ناحیه 8 زیاده از 32000 اهالی زندگی نموده. در آن 14 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت نموده. 6000 خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین دوام سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در شهرک شهیدان ناحیه 8 کارهای بنیادکاری و منفرش کردن راههای بین شهرک، جماعت و دهه‌ها به پررگی گذرانیده شده. منطقه مذکور از جانب صاحبکاران محلی و حکومت ناحیه مبلغ گذاری و هموار کرده شده است. دهه بابادرخان 5 کیلومتر دورتر از مرکز جماعت جایگیر بوده تا ناحیه 7 کیلومتر راه دارد که با پررگی منفرش گردیده است. همین جماعت پانغازنده بسیار شخص‌های سخاوتمند بسیارند که با سخاوتمندی آنها راه‌های همین بین دهه‌ها تا خودی مرکز ناحیه و راهی بین همین کوچه‌های خودی دهه اسفالت پوش کرده شد. آرامگاه بابادرخان یادگاری ارخئولوژی محسوب میباشد. بنا به نقل باستانشناسان آن به عصرهای 3-2 تا میلادی و عصرهای 5-6 میلادی راست میآید. این آرامگاه در قسمت غربی دهه بابادرخان ناحیه 8 ولایت سوخت واقع است. تاکید به یادآور است که جماعت دهات پانغاز در دوام سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به یک منطقه سیاحی مبدل گردیده دارای منظره‌های دلفریب میباشد. گزارش سید مختار سید انور از ناحیه 8 برای برنامه اطلاعاتی خبر.